روز استقلال ایالات متحده آمریکا به امضا رسیدن اعلامیه استقلالی که در سال 1776 4 ایول با دکلراسیون صاحب استقلالی ایالات متحده آمریکا از شاهیگری بریتانی کبیر قبول گردید. مردم گوناگون اندیشه آمریکا این روز را جشن گرفتند، چرا که همه شخصانی که با ملت‌های گوناگون در آمریکا زندگی می‌کنند به این روز ارج می‌گذارند و در این مراسم با آمریکایی‌ها همراه و همراه می‌شوند. تاجیکان مقیم آمریکا نیز استثنا نیستند. ما هم همراه فرزندا در این روز به تماشای باغ‌های جای زیستمان می‌رویم، در آنجا پیکنیک می‌کنیم و همچنین در شهر نیویورک یک نمایش بسیار دیدنی فیرورک‌ها یا آتشبازی دایر می‌گردد و ما نقشه داریم که حتما به دیدن آن هم رویم. عنعنه روز استقلالیت از چاره‌بینی‌های ایدانه از جمله پیکنیک‌های عائلوی، فیرورک، شوخی و بازی‌ها در این روز عبارت است. تجلیل استقلالیت برای تاجیکان پدیده نو نیست، هرچند تنها پس از توقف طولانی تاریخی نو استقلالیت به دست آوردند، اکنون آن یکی از جشنواره محتشم ملی محسوب می شود و این عنعنه را در امریکا نیز ادامه می دهند. مفهوم استقلالیت این جانبازی، تلاش، مبارزه، آزاد بودن از تحقیر و تحمیل افراد اون که قوم و قبیله می باشد و مردم تاجیک از این مرحله زندگی گذشتند و استقلالیت رو با یک تلفات و تلاش‌های زیادی به دست آوردند و کی چون مردم تاجیک آن رو درک کرده میتواند. در حالی که در تمام آمریکا این روز را با تمام شکوه و عظمتش جشن می‌گرفتند، در حومه شهر شیکاگو ایالت ایلینویس حادثه تیراندازی باعث شد که حداقل 6 نفر کشته و بیش از 30 نفر زخمی شدند و این مراسم را تعطیل کردند. مهناز جان محمد و رادیو آزادی، واشنگتن دی سی.